असली वतन में जन्नतें पुरचा हजार नेमतें नेक बाद हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें नेक बाद हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें। बोनगेज गोन अल्लाह है मेहरबान व बख्शो के नामा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू हजीज़ गुलिन चारुकान हर जा के स्थित द्राओ सलामत व सरबुर्दो सोबिंबत राज के शुमा गिंदित मशमा बे खाशरूद हस्तन व ई अंदुजा के मशमा हस्तन रज़े बलूची नामदारीत व ई अंकिन व लोगो दवारी के मशवे पुष्ट सला दिस्ता के बेंत ए सरदार रहमत खान खुदा बियामुर्ज़े आई अंदुजा बूतगे व आई हंकिन ولوटा مروچ شده وشین و جوانین دیوان دیما برن و گوناهی زاگ و گوناهی چوکای دنه دیوان داشته بن و بیای بارا مشماره لات معلومات و پرتپولیدن و شئی و تی دواره مشماره گشترین سرپدیه دن که گوجان وقت واده هستند و تا گوجان وقت واده ده زندگازین تگه تو ده زندگی کرتند و چون واسطه بود که شده نشدند تو به دیگه جاگان و ای لوگ آنون خالی هستند امید که تا دیوان گرد سره گناه ما همراه به تو دیوان آتیا گندو کو چاروک بید نبی نامو نشانا یاد کنیشا گوزو کن زمانا نام مبارک محمد امین مکہ مدینہ ای سر زمین سلام علیکم جی وعلیکم السلام بیت تا پا ما و پا ایسل کنو که کمی وادا نشتان تو بلوچی دیوانا گنده تو چاران درستی کنید بله بله بالکل تدرستی کن نام حاجی عبدالغیاس سردار رحمت الله خان زاگون ای جای که مشما هستم بیت گوشتی گوجام جاگین تا ای جا که مشما ورشداتا کنی به نام رضای بلوچی اما کاریه اینت قدیم اما پیس و پیرو که وقتا کاریه اینت همه گیس کنون فعلا اصلا معلومه بینتی سردار رحمت خانی اینت اما رضای کاریه بلوچی همیشن کاریه رضای بلوچی بیت گشتر واسه بی نامه گشته بیت بله نه دیگه نامی نه بس رضای بلوچی نامی فقط رضای بلوچی بله کاریه رضای بلوچی بیت مارا گوش پچی واسطه شا رضای بلوچی اوشن رضای بلوچی پیشی اوشن واجه جان که دنه دو رضای هستند یک رضای به نام افغانی که افغانند او یک رضای بلوچی به نام بلوچ که اما بلوچنی کاریه رضای بلوچی امایند اب همی خاطر دو کاریند رضای بلو یک کاریه رضای بلوچی یک کاریه رضای افغانی افغانی یعنی زبان پشتون پشتو زبان است اما جوبارن اما وابانی گزاره و استاتنو نشتنو خودوانی بالکل است گوتانو چه مشکلی است که اصول نه اما و گوت هیچ مشکلی ندارن بالکل وطندارن او یکیش دیگری مرگ و مردن و پاتیا هستن دارن او دیگه مشکل شاوان ندارن اما و آش اما ندارن بالکل انچوش که شما گوشید شما آوان نیام دیگه وصلت بودتگی و گونیات دیگه بله وصلت هم بوده نونم یکی دیگر هستن سلام علیکم میخور هستن وطن هم یکی دیگر نزدیکند به نام رضای هم رضایند تیم رضایند بس اما و هیچ مخالفتی ندارن گوت بیت که بروان ای گسان بارا که پیسر و حوالا شما یادی کرتی تو اشاره کرتی مارا گشتر سر پیده که براوی زوانا و زبانا اشانه چی یاد کنند و بیت گشتر و دا مارا سر پیده بی بارا که گوجان وقت و عدا جور بودند و هنو پچه واسطایش گار بودند تو خالی هستند یه صاحب قدیم آجور بودند وقتا من یادی دیم من باز گوندتون کمی گمودانه جور کرد عوامی ما گموده گوشن براوی لبزا ما گموده گوشن عوامی گمود دیم پدیم که هستند یه سردار رحمت الله خانی هست دیگه که هستند سردار مادسان خانی هست که ما توی این براسند ما سردار بود بعد شما پیسا ایشان ما گموده گوشن و تی لبزا ایسا بیت گوشت که ای لوگ و ای گس هنو پچیرن ریکه چیرن تو شما تا گوجان وقت و عدای دا زنده گوازین تید اما صاحب جان قدیمه سردار صاحب الله جنتی کند کمی دین آتا
گیس و جاوتی وطن تا پوا جور کرد همی گمود آین. بعدا وقتی که ترکیت اما پیرار بودن سردار صاحب اما کبرگامی دا وفات کو شاهی گرد سردار مادسان خانی دورات اما براسه آمنون وفات کرد الله رحم کن بسره ورا گرد که شورویات اما پیرار بودن شده شدن پاکستان ای گمود مچ کندواله بودن تو پروشتن تو آب برده و خرابه بودن بعدا شهجرت که ما آتگن بس هر کس وتی دیگه سر دیگه کاریه جور کردن این کاریه کونک بود ایشون را گوشتن بعد دیگه جای مردم 3 4 جا 5 جا پوات ما دا وطن جور کردن گیس جور کردن این کونک این کاریه گوش ویل کردن کونک این کاریه نون خرابه گشته اما لوتن که وتی پیسه امی اینکی نه پدا فعال کنن جور کنن مصرف کنن بسره که چیزی یادداشتی. سردار صاحب جنده جا و نپاد و گس همی شده. بله سردار صاحب جا و نپاد و گس همی دا بوده و مردم مخلوق پاییت همی دا تا جنده جا همی بوده. عزیزان گلی چاروکان رازی که شما گندید تنگتا مشما به سردار صاحب هنکین و های لوگو دوارت هستم. و ای جای که مشما اشتا تگن آئی مهمان جلیه جا بودتگی. جای بوده که مهمان آتگن تو وقتی وقت واده دا گوازین تگن و پدا شده شو تگن بوتی مقصد و هدفن. و ایشی واسطه مشما را آج صاحب که مشما پانا تایی زاگ و چوک اولاد چیزی که دیستگی یا وشکیتگی شا وقت واده پاسان مشما را به مهمانداری بارو واجه سرپدی یدن. آج صاحب بیش شما گوشید که ای مهمان جلی تا روز چی که مردم کهد و شگوجام دا کاتن؟ صاحب جان روز خامخا 5 مردم 10 مردم 15 مردم کاتن هر چی که مردم قوت مخالفت داشتن جنجال داشتن کاتن پس سردار صاحب آوان علاسک و هر قومه تنها نبراوی وقت واجه جان حکومت مردم نشوتن جنجالی بودن اگر مخالفتی بودن پس سردار کاتن اگر دولت اب شدن همه دیمدت برود سردار شما را علاس کن ایدین مردم روزمره باز کاتم هر لبزه مردم شافگان اب گره بلوچ اب گره پارسی زبان اب گره جنجالی که بود همیدا کاتن هر وقت امکان دارید روز دا مردم 15 مردم کاتن آوان جنجال علاس بودن یا اکثر مردم پای ملاقات کاتن پای مجلس کاتن باز وقت شد دور دستا کاتن مردمی دا روش باز مردمی دا استاتا و نشتا. عزیزان گلون چاروکان رازی که شما گندید مشما بیگ دیگه گیسیتا هستن و گون واجه دیگه جا خوشتاتن لوٹم بی بارا معلوماتو پولی مشماردن که ای گیز گجام گیسیتا و ای لو گجام لو گیتا بیشی بارا واجه سوجه گرن واجه بیت گوشید که ای انو که مشما شا اجای که مهمان جلیتی و ای مهمان اندو جاتی و آما مشکلات و سکی و سوری که شا دن مردم کارتند یا که مردم شا دورین اندو دماغانه کارتند ایدنا وقت وادا گوازین تند و عزت و احترام بودند لوگت و ایگز گجام لوگت تا بیشی بارا مار معلومات ده ایگز حاجی صاحب هم همه لوگند همه یک وطن اما ایگز باز سردار مادسان خانند سردار مادسان خان که می براسه بی سرداری دوره آیت همه گس آیند و نادلواد و زاگ و چوش پوش همه دا گزاره کرتند فقط هم زمستان اما مچ سردار صاحب و مخلوق شدن پا جردن چین جای صاحب جان که می تمامی قومه اجازه زمستان اما وقت ای وطن اما کوچه وقتا کاتن که پالیزه بود کوچه خورانی همی دا کاتن 2-3 ماه همی دا آتن پداشیده شدن که مازلارتن ایده ننشتن زمستانه ای سردار مادسان خانی زبرین تا ایجاین تا و اولاد همی دا بوده. شما گوشید که سردار صاحب وقت واده گونگوجام حاکم و گونگوجام شاه یا رئیس جمهور هم بوده؟ سردار صاحب ما کبرگای وقتا ظاهر شاه بوده. ظاهر شاه بوده، شاید سردار داود صدر اعظم بوده. پدا که سردار مادسان خان بوده، ای وقتا سردار داود آمد چون سال رئیس جمهور آمد. دیگه آخر هم ما دوره پیراری بود دیگه شدن اما سردار صاحب حیاتش پیراری پدا که آتن دیگه چون سال بعد وفات کو خدا بیامرزی این کردن تا ای جاید دیگه ای اما وقتا بوترن تا میگم اما وقتا ین حکمران و کسی که افغانستان تا وقت واده
حکومت داشتند اوان نندونیاد یا اوان امتواری و ارتباط گون سردار صاحب چونه کرد؟ بله اوان ارتباط گومه کبلگا بوده او گو سردار مدرسه خان بوده او شاید پامه کبلگا عید مبارکی نمیشته کرتگن دیم داتگن او یک وقتی بله یک وقتی پاکستان و افغانستان یک مرزه سر جنجال بوده اما کبلگا ظاهر شخان وقت بوده ظاهر شخان اگر کمک کلو چه من گوتی قوما وشتاتون دیگه اما ایرم نمیشته کرده پایی تبرکی تفریقی سردار صاحب و سلامت به که میگوشته گمناگو کمکی داته اما وطوتی کاره پورا انشالله کنن ای جواب پسو بله یاوان جواب دیگه شاید سردار داود خان اما وقت صدر اعظم بوده اما کبلگا شده کابل ندانی چی مرحله بوده سکین دیگه اما دا سردار صاحب گوشته سردار داود خان شاید موچ مردم هم درک دارن که تمنی ناکوه تا سردار رحمت خان می ناکوه دیگه شاید دولت ایتا مثلا رئیس جمهور و هرکس که بوده ای سردار موچ میتون نامدار بودن شدگند و آوان ملاقات کردن شاید امر پادشاهی هم آوان دادگند همی امر پادشاهی هم دارن سردار مدرسه خان هم سردار رحمت خان بازا شدن ای صاحب ای جای که مشماعاتن وشتاتن بیت پا اما پا ایسل کنو کن گوشتی گجامد دند همی دا که مشماع صاحب جان وشتاتگن ای امی دیوال هستند که امی گوبندند که امی مالانی جا و گوکانی و وشتیرن همی دا بودن شاید که نون موچو دلیتگن و خرابند وقتا یاباتتن شا مردم که پیرار بودن مالی چیزی نبود ولی دا مردمی نبود موش دلیتگن او خرابند تمی که مشماع وشتاتگن تا مهربانی کشته که می مالی جا همی گوبندند همی دیوال که دلیتگن تی همی مالانی جا بودن همی دا بودتگن جایش بله همی دا بودن صاحب همی دا کاو خدمت بودن مال همی دا بودن کم دیگه مالداری داشته بودن ای مال همی گسه دفعه مالویتن تن چو شویت کو گسه دفعه بودن گو که مثلا شیرین یا کشتری قدیمه آرت کردن به سر دور دست وطن بردن قدیمه موتر و موتورسیکلی چندانی نبود دیگه همی وقتی ضرورت همی چون مالا که آوردن توش پا شیری و پا علال خاطر همی دیوال و همی گوبند و همی هموانی جات نون شاید دلیتا گن موش خراب بودن ناکو جان شما بیت مارا گوشید که ای شما گوستگین وقت واده هندو جا و این کیننا انون کسی ایدنا زنده گوازینی بی الکیتا بی آبادی تا کسی است؟ است بله صاحب است ماجد است فعالین اما دیگه وطندار همی دا استن تمی ناکوزا که باین او اما گوما همی دا دیگر دارند او پر شریکند جو شریکند همی دا ناوانی گیس هستند غیر شما که اما این کینا بدل کرتگن او نون اما لوچن انشاءالله وقتی پیدا کنن اما وقتی همی این کینا کونگین پیسای وقتی ایشان پدا آباد کنن جور کنن مصرف کنن بسره و فعلا همی وطن تمی ناکوزاک اما وطندار اما زمیندار که گوما شرکت دارن اکثریت همی دا هستن همی دا وطن تا هستن وطن ویل نبید امی وقتی خبر انترازه که شما مارا سرپایی داته گوشتی وقتی مالان ما جودا بردم ای چونین جایی است و چین کس شایی جایی که مشما شایی انکینن تعادنا فاصله دارید و دوری دارید بیشی بارا مارا توانی معلومات دید بله واجن آنشمی دینا تقریبا جود 1.5 ساعت راین جود است مالدار اینجا غنیبت جوده مفاد و پایدک پمالا تمام قوم براوستان و هر قوم مالدار بوده دیگه همید از زمستان جوده کند پخاطر ایشی کند که آدینا تاگز همی مالان خوراک تاگزن دیگه لفین ای بازند جوردن چین رودی صاحب جان جوردن چین رودی توین همی جورده سرکان واجه جان شوراوین پستاو شوراوین برزا دلارام دیمه بیت تمام برزا این تنگاتا شما دا جورد سابا بیت کایت دا آپی بچه خانسور ریچیت همی جورده آب گای وقت که بعض وقت سیل آورتا یا بارش زیاد بوده جورد پر رکید شاپا شما سرونه کید روت آپی چه خانسور شیوگی بیت جورد مالداری جاند چای نزدیکند آپی نزدیکند او یه ذخیره دارن تمام آبی ذخیره وطن تمام دنیا برمجه تا انکه آب نه تا ذخیره جابجاند مالدار که آده روند
جد و چوین رودی بس آشکا ویشکا گیس و خلق الک و آباتی مخلوقی چوین است جان امی مالداری اکثریت آمدند دیدن وطن که مکاتن پنچودا مال یا گوک شیرین یا کشتوری کاورتن اکثر مالداری جامعات مرچین زمستانه هر لبزیکت مالدارتن مچ مادتن می براوستانه تا دیگه مخلوقت موچان زمستان جامعید. آج صاحب شما گوشید که سردار صاحب سردار رحمت خان تا آنون ای دوره تا نو که دیما بر تایرا و که سرداری و اسپیتریشی و ای کومه و ایوتی فسرند دیما برد. وقتی که سردار رحمت خان آیاتت سردارت تمام قومه مخلوق سردارت وقتی که وفات کرده الله تعالی سر رحم کن بادشاهی آیزاک سردار محمد حسن خان که می براس بید بوده سرداری آیی بوده دیگه بعدن که شاید 78 سال بید که وفات کرده اما پیتو پاک هم آیی زاگات ای سردار کرده خدا نظر خانه که می کاری قومی است وطنداری است هر جهانداری که است به طرف دارن سرداری به طرف داری سرداری تین نون سردار ما آجی خدا نظر خان که ما برازا کبی سه آجی خدا نظر خان بله نونم شدم ما که بلگای کابر امیدن عدیره دارن توی این وطن تا امیدن نونم من خواهش کنین که تگو ما برون اما عدیره اما که بلگای کبرا و اما پیرو که سردار اسماعیل خان که کبرا مچانم گنده برانگون شما واگو عزیزین گولی چارو کنا آدنا سردار صاحب گودین جاو گسه هم گندن برانگون شما برام آج صاحب جا که مشما هوشتاتگن हमारा के मशमा गोश्ता खान खुदा बियामुर सरदार साहब गुडिंग गिसो जाओ निपादो कब्र के आई बूतगी आतगन و انو شما شوتی نیمگا هم پا عزیز گولی چارو کان گوشه که مشما گجا هستن مشما نون فعلا که هستن همه قبرستان ندیره گم رضای بلوچیه او فعلا که اشتاتگن مشما دعا کرتن همه قبر سردار رحمت خانه که منی که لگا بید جایی که مشما اشتاتگن بله جایی که مشما اشتاتگن دعاگویی کرتن همه قبر سردار رحمت الله خانه گفت سره شما پیغام پا عزیزین گولین چارو کان کسایی که سردار انا پدا منطقه تو سردار و اسپیتریش زاگن شما پیغام پاون چی انت اما سوگایی واجه جانمی رو رست که می سردار انا زاگ و نواساگ و الوازه که مانید آواتی اما پیس و پیروکین سلسله باید که برند اما رن که آوانی پیس و پیرو گو قوما و اشتاتی رو نشتر کرده قومانی پیسلان علاس کرده او قوما شاوان قوم شاوان خوشوک بودند امنی خواهش میشند که اوان الواده می سرداران باید کمار رویه و تی پیس و پیروکین برد اما هم ششما منتوار هستن و امید که از این گولی چارو کن شما سوگه و شکتک بیان تو باز منتوار هستن که وقتی وقت وعده داده تو سردار رحمت خان خدا بیامرزه مارا معلومات و سرپدی داده باز شما منتوار هستن که گنماه دیوان دیما بود با سلامت به زندگ به مستر خدا سلامت داشته بی تشریف آورده گیده پا ماجران بوده خدمت کرده بستر فعلا به خدا سپارده و شالیتم سلامت به زندگ به خدا عزیزان گولی چارو کام باز و شال هستم که مروچیم بلوچی دیوان و پریام آتیا شاه افغانستان ملی گوش گنده دیست تو چارتت و گون واجه سردار رحمت خان خدا بیامرزه درستی بوده تو گونی واجه زاگا و مشمار معلومات و پرتپلو و سرپدی بی واجه وارو داد دیوان همه دا حلی تو خلاص بی تا دیگه دیوان و پریامی که بشمه لوگو می تاکین از ملوٹین اما دورنزاد شمه ساتو کن